رحمت الله و برکاته. این پیامی که از جانب بنده برای تمام بندگان خداست، یک گوشزد است یا آگاه کردن است. پس بدانیم که ای بندگان خدا، ای کسی که تمام دنیا در زیر دستت است، ای کسی که تمام قدرت در دستت است، ای کسی که با تمام قوه و قدرت دنیا تا آباد کرده، اما فراموش نکن آخرین خانه دنیات اینجا است. ای کسی که میشنویم به خاطر یک قطعه زمین دست و پنجه با گریبان با همدیگر میشوند، میشنویم به خاطر خانه و در بین فرزندها نزاع میشود. این فراموش نکنه آخرین حصه که از زمین برای من و شما میرسد این همین مقدار زمین است. پس فراموش نکن اینجا آمدی، برای اینجا آمدن باید توشه داشت، توشه آخرت. و برای اینجا آمدن قبل از آنی که اینجا درایی اینجا را باید آباد کنی. با چی؟ نمیشود با رنگ های دنیوی، با زرق و برق دنیا، با عمل صالح. امروز دلسوزی میکنیم، دلت به حال فرزندت میسوزد، دلت به حال زنت میسوزد، دلت به حال نزدیکانت میسوزد، دلت برای پول و مال و ثروتت میسوزد. چرا یک مرتبه خودت رو به خودت دلسوزی نکردی؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند القبر حفرة من حفر النار او روضة من ریاض الجنه او کما قال رسول الله. قبر گفتن یا باغ از باغ بهشت است یا گوداله یا چخری از چخری های دوزخ است. بنابر ما و شما پیش از آنه که اینجا بیاییم اینجا را آباد کنیم، شاعر میگوید دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست دنبال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرایی، پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش. خودتان را فراموش نکنی عزیزان. جوانا رهی طاعت امروز گیر که فردا نآید جوانی ز پیر. جوانی زیبا امروز به جوانی مغرور نشو. بسیاری جوانها را میبینیم که امروزها در بالای تابوت در پیشاروی نمازگزاران میگذارند. ای کسی که تا امروز نماز نخوانده توبه کن، ای کسی که تا امروز معصیت کرده شرم کن. این خانه قبرت را با عملهای صالحت زیبا کن و آباد کن. حضرت ابوذر غفاری رسول الله فرمودند یا ابوذر جدد السفینه فان البحر عمیق. گفتند کشتی عمرت را آباد کن، بحر خیلی چخور است. پس معصیت و گناه را کم کنیم. این راه طولانی بسیار پرتلاطم است. اینجا را آباد کنیم پیش از آنه که اینجا می دراییم، پیش از آنه که با خدا روبرو می شویم او را از خود راضی کنیم. با چی؟ با عملهای شایسته. این یک پیام اندکی که بود من از درون این خانه به شما کردم که خداوند هدایت من کند و هر یکی ما با فکر خودمان باشیم.